یه وقتی شیخ ابراهیم ادهم یکی از عرفا در جای میرفت، یه لحظه احساس کرد یه نفر پشت سرش داره راه میره، تا اینکه شیخ رسید به یک میدان بزرگی تو شهر. یک دفعه اون جوان به صدا در آمد: جناب شیخ. خیلی عجیبه، الان به صدا در آمد، رو کرد به جوان، گفت: بله پسرم. گفت: بله جناب شیخ، من یک سوال داشتم. گفت: بفرما. گفت: جناب شیخ، این سگ منو میبینید؟ ببخشید البته گل برای شما. گفت: بله پسرم. گفت: دم سگ منم میبینید؟ گفت: بله پسرم، دم سگتم میبینم. گفت: جناب شیخ، خودتو میبینید؟ خودم هم میبینم. گفت: جناب شیخ، ریش خودت هم میبینید؟ گفت: بله ریش خودم هم میبینم. گفت: سوال من اینجاست، ریش تو بهتره یا دم سگ من؟ به شیخ داره میگه. گفت: ببین پسرم، ببین پسرم، اگر ریش من خدایی باشه، ریایی و خودنمایی نباشه، تظاهر نباشه، و روز قیامت خودم با ریشم تو بهشت فردوس خدا باشم، ریش من از دم سگ تو خیلی بهتره. و اگر روز قیامت اگر ریش من ریایی باشه، خدایی نباشه، برای تظاهر و فریب باشه، و روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم باشم، دم سگ تو صد شرف به ریش من داره، خیلی از ریش من بهتره. یعنی امروز اگه کسی همچی حرفی به من، به امثال من بزنه، چی میشه؟ بلافاصله حکم کفر صادر میکنید. ای نامسلمان فلان. ای جوان مسلمان، بچه هامون اجازه ندارن از ما سوال بکنن.